به نام خداوند پاک و مهربان، با عرض سلام احترام تشکر از تشریف آوریتان. خداوند اجر و پاداش برای کل ما و شما بده، توفیق بده که اطلاعات خود با هم شریک بسازیم. ما و شما در عصر زندگی میکنیم که مشغله و مصروفیت و درگیری های زندگی زیاد است. هر کدام ما نمیتونیم در هر بخش بخوانیم، ولی یک کار میتونیم که اطلاعات با هم شریک بسازیم. وقتی میشنویم امو چیزایی را که مثلا در 4-5 جلد کتاب باید میخواندیم زود میتونیم یاد بگیریم. ای کاش فرصتای شود کتابای صوتی جور شود، وقتی طرف وظیفه خود میریم هم فلش در موتر خود بزنیم یک چیزی یاد بگیریم. ما اگر در یک بخش میخوانیم معنای زیر نمیده که ما کل چیز فهمیدیم. بعضی وقت متاسفانه ما یک مشکل پیدا میکنیم به نام توحش تخصص پیدا میشه. ما فکر میکنیم اگر در یک بخش متخصص هستیم کل چیزا میفهمیم. مثلا من شاید انجینیر خوب هستم، تعمیر 20 منزله جور میتونم، ولی در مورد تربیت اولاد خود چیز نمیفهمم. یا من خوب جراح قلب هستم، ولی رابطه درست با همسر خود نمیفهمم. یا مثلا من یک معلم موفق هستم، اما مراقبت درست از روان و سلامت خود نمیفهمم. بنان به این خاطر نیاز است که بعضی وقتا دور هم جمع شویم، اطلاعات خود با هم شریک بسازیم. به می خاطر امروز ما شما را زحمت دادیم و تشکر که آمدین و همچنان بینندایی که بعداً برنامه را میبینه. امروز ما در مورد نیازهای انسان میخوایم صحبت کنیم. این سوالا را در اول آوردیم که ما و شما یک دفعه ذهن خود به کار بندازیم، چون بعضیا که سمینار شنیده میره میگه ما کل چیز یاد داشتیم. یک دفعه ببینیم که براستی هم چیزا رو یاد داشتیم یا نداشتیم، که اگر نداریم همین ضرورت آمدن خود بفهمیم. اول سر از این گپ خود زدیم که نیاز چی است، تعریف نیاز چیست. دوم امی که ما نیازها را میخوانیم یا این سمینار را میگیریم چه فایده برای ما میکنه، شناخت نیازها در زندگی ما چه فایده میکنه، نیاز درست چی است، نادرست چی است، واقعی چی است، غیر واقعی چی است. اگر ما درگیر نیاز غیر واقعی میشیم چی مشکلات برای ما ایجاد میکنه، انواع نیازها کدام است، آرامش و آسایش از هم چی فرق داره، مراحل رشد انسان کدام است و بالاخره یک انسان که به نام انسان کامل میگن یا نوع تکمیل انسان کدام است و کدام راه هاست که ما اونجا برسم. چون یکی از اهداف اصلی زندگی ما رسیدن به مرحله نوع تکمیل ماست. به کمال خود نمیرسیم ولی نزدیک شدن به مرحله کمال است. یعنی اگر از ما کسی پرسان کنه که تو در زندگی چی میکنی، من تلاش کردم میرم انسان خوب شوم. من منیس یک مسلمان به منبع کمالات که خداوند متعال است روز به روز نزدیک شده برم. آیا راههایی بر از این کار وجود داره یا نداره؟ سر از این موضوعات ما و شما صحبت میکنیم. اول نیاز چرا مطالعه میشه؟ فایده مطالعه نیاز چی است؟ شما میفهمین برای ایجاد انگیزه و رفتن به هدف از هر چیز کرده نیاز مهم است. تا نیاز نباشه انگیزه ایجاد نمیشه و انگیزه اگر نبود ما به هدف نمیرسیم. انگیزه چی است؟ انگیزه عاملی است که ما را به حرکت وامی داره. هر کس که یک کاری میکنه پشت از او یک انگیزه دارد. خودت که مثلا امروز تشریف آوردی به اینجا آمدی انگیزه داشتی، مثلا شاید انگیزه یادگیری داشتی. مثال میگم شاید یک کسی هم یک انگیزه به دست آوردن یک سرتیفیکیت داشت، یا مثلا ما فرض مثال انگیزه از این داشتم که بیایم یک چیزی بر تو کمک بتانم. مثال میگم هر کاری که میکنیم پشت سرش یک انگیزه است. هر قدر انگیزه قوی باشه و کار درست صورت میگیره، هر قدر ضعیف باشه کار درست صورت نمیگیره. مثال بر شما بتم، ما بارها و بارها شده که دوستا در رادیو زنگ میزنن یا معاینه خانه من، والا دکتر صاحب درست که کورس خوشنویسی میگیرم باز دیگه ایلاش میتم، 4 روز که کلاب میرم ایلا میتم، 5 روز نماز میخوانم باز دیگه ترک میکنم. همین مشکل چی است؟ اما تا هنوز هیچ کس نشده بگه دکتر صاحب من گرسنه میشم، آشپزخانه‌ام نان است اما نان خوردن نمیرم. هیچ کس تو شکایت نکرده. چرا؟ چون این نیاز وقتی از یک حد میگذره تو مجبور میشی بری نان خوردن. یا مثلا نوشیدن آب، مثال بتم یک وقتی کمی تشنه است یک کسی را میگه برو یک گلاس آب برام بیار، اگر نآورد فراموش از او میشه. تو هم کمی که تشنگیت زیاد میشه، غالمغال زیادتر میشه، گفتیم یک گلاس آب برام بده، اگر نآورد خودت مجبور میشی.
و حتی شما کسایی رو دیدین که آب خوب هم گیرش نمیه، بعضی وقت از تشنگی زیاد یک آب خط و گلالود هم مجبور میشه بخوره. چرا؟ نیاز که زیاد شده رفت، انگیزه زیاد شده میره و ما را مجبور میشه یک کار انجام بدیم. بنان اولین کاری که شناختی نیاز میکنه، ما یک انگیزه خوب و یک هدف خوب میتونیم بر خود تعیین کنیم. دومین کاری که میکنه، نیاز در شناخت انسان ما را کمک میکنه. اگر یک انسان بر من لیست نیازهای خود بده، من میشناسم که چی نوع آدم است. فرض مثال یک نفر، مثال میگم، در بدر یک سیگرت برمبتی یا کمی چرس بده، خود تو فهمیدی که آدم معتاد است، گرفتار است، این مواد کار داره. یک نفر دیگه در بدر یک توتنان و گدایی کردن است. یک نفر دیگه دنبال یک کتاب است. شما نظر به نیازش میفهمین این آدم کجا حرکت میکنه، چی نوع آدم است. در شناخت انسان کمک ما میکنه. کار دیگه ای که میکنه، نیاز سبب بهبود کیفیت زندگی میشه. اگر من نیازهای خود خوب بشناسم، راههای درست برآورده شدنش بفهمم، نیاز ضروری و غیر ضروری تفکیک کنم، کیفیت زندگی ما بالا میره و مرا در رسیدن به خوشبختی که یکی از اهداف اساسی انسان است کمک میکنه. کار دیگه ای که میکنه، با شناخت نیازها ما حتی رفتار جوامع را میتونیم پیش بینی کنیم. مثلا مثال میگم، اما قدر که نیاز جامعه ما و شما است که در بدر امنیت 40 سال میشه کل ما امنیت میخوایم. آیا اروپایی هم نیاز داره؟ نه، اروپایی نیاز نداره. اروپایی سر از این فکر میکنه چطور موتری جور کنه که به تیل نیاز نداشته باشه که برق کار کنه، چطور موتری جور کنه که سر موتروان نداشته باشه خودش مسیره. میبینین جوامع را شما حتی نظر به نیازشان میتونین بفهمین که جوامع چی کار دارن و کجا میرن و بالاخره با شناخت نیازها ما میتونیم یک راه حل مناسب پیدا کنیم، هم برای زندگی فردی خود، هم برای زندگی اجتماعی خود. دمی شیرم امی نیاز نشان داده. ببینین گدایان بهر روزی طفل خود را کور میخواهند، طبیبان جملگی خلق را رنجور میخواهند. میگه طبیب بیمروت خلق را رنجور خواهد. دکترها رو پرسان میکنی کاربار چطور است؟ شکر مریضا زیاد است. اون نیازش به مریض است، وقتی خوش میشه که مریض زیاد باشه. گدام یک طفل کور کار داره که تازه میشینه سر سرک گدایی کرده بتونه. گمانم مردشویان راضیان بر مردن مردم. دیدین دیگه وقتا تابوت فروشا افغانشان برآمده به کاربار ما ضعیف شده. بر از او چی مهم است که پدر و اولاد کی کشته شد؟ بر از او فروش تابوتش مهم است. بنازم مطربان که این خلق را مسرور میخواهند. نیاز تعریف میکنیم. نیاز چیزی است که یک ارگانیسم برای زندگی سالم نیاز داره. ارگانیسم موجود زندگی، اینجا هدف ما انسان است. چیزی که ما برای زندگی کردن خود نیاز داریم، ضرورت داریم که اگر نباشه زندگی ما پیش نمیره، او رو به نام نیاز یاد میکنیم. یا تو تعریف میکنیم نیاز عبارت از محتاج بودن یک موجود به موجود دیگه یا چیز دیگه است که باز هدف ما اینجا موجود انسان است که ما بعضی وقت در زندگی خود به انسان ها نیاز داریم، به غذا نیاز داریم که سر از اینا با صحبت میکنیم. یا به عبارت دیگر وقتی یک انسان برای بقا یا رفع یک حس درونی خود به یک چیز دیگر احتیاج دارد، نیازمند آن چیز است. یا نیاز یک محرومیت است که محرومیت سبب میشه ما دست به تلاش بزنیم تا اون محرومیت برطرف کنیم که همون انگیزه را به وجود میاره. نیازها میتونه عینی و فیزیکی باشه مثل نان و آب و اکسیژن، یا میتونه روانی باشه مثل عزت نفس، مثل دوستی، مثل صمیمیت. خب اگر نیاز کمبود میشه چی گپ میشه؟ اگر نیاز کم میشه در زندگی ما اختلال به وجود میاد و حتی اگر برطرف نشد میتونه سبب مرگ شود. مثلا اگر غذا بر ما کم شده میره، ضعیف شده میریم، کم انرژی میشیم، از کار میمونیم و اگر طول میکشه، شما دیدین یک کسی در یک فاقگی قرار میگیره، سوء تغذیه میشه و حتی منجر به مرگش میشه. اینالی در این نیازها یک کمکی اگر ما و شما دقت کنیم، دو تا نیاز به صورت کلی پیدا میتونیم. یکی اون نیازایی است که اگر 1000 سال پیش هم نبود انسان به مرگ مواجه میشد، اگه امروز هم نباشه 100 سال بعد هم نباشه. اما یک تعداد نیازاست 1000 سال پیش هیچ نبود و مردم خوب زندگی هم کرده بود و امروز ما در بدر از اون میگردیم. خیر بنان اون چیزی که 1000 سال پیش بدونش انسان زندگی تانسته امروز هم میتونه. اون نیاز اصلی نیست. اگر در جای خودش به اندازه خودش باشه درست است، ولی اگر از اندازه بزرگ میشه ما را به مشکل مواجه میشه. مثال بر شما بتون ببینید،
بعضی چیزاست برای کیفیت زندگی ما خوب است، اما مثلا اگر ما یک تلویزیون 78 اینچ نداشته باشیم، هیچ اختلالی در زندگی ما به صورت جدیش وارد نمیشه. 1000 سال پیش کسی تلویزیون نداشت، خوب زندگی هم میکرد. اما ما امروز که از همین تلویزیون برای که خوب زندگی نمیکنیم، زیاد ما خود خراب ساختیم. تا 2 بجه شب بیدار میمانیم، چشم خود ضعیف میسازیم، خود سردرد میسازیم، خواب خود خراب میسازیم، درس خواندن ما ضعیف میشه، حال ما خراب است، خود کم حوصله میکنیم، اختلال خواب پیدا میکنیم، اختلال روانی پیدا میکنیم و خوش هستیم که چی نیازی داریم، در بدر شما هستیم که تلویزیون ما کلانتر شوه، 3 بودی باشه، 2 بودی باشه، مچم دیجیتال باشه، اچ دی باشه و امثال از این گپا. یا مثلا یک ماشین ظرفشویی، خود 10 سال پیش نبود خوب ظرفای خدا مردم میشت، ولی امروز هم میبینین بعضی خانه به خاطر از اینکه مثلا این نوع یخچال نیست یا این نوع ظرفشویی نیست، در خانه جنگ از بین زن شود. دالی که نیاز اصلی نیست، ولی تانسته زندگی ما رو به مشکل مواجه بسازه. یا مثلا مثال دیگه برای شما بتم، فرض مثال داشتن یک خانه بزرگ، مردم در خانه گیلی خود خوش بود، اما در 4 منزله یکی آرزوی مرگ دیگه خود دارن. اولادا دعا کرده میره که زود پدر بمیره که ما این میراث تقسیم کنیم. خیلی نیاز اصلی نشد دیگه، این نیازش شده که مرا بدبختم ساخته. یا مثلا داشتن یک موتر لوکس یا کالایی از برند خاص. شما دمی کشور کسایی را میشناختین، کشوری که نان خوردن نداره، اما کرتی از این جناب مثلا چند هزار دلار قیمت داشت. خود شما تصور کنین که اگر ما آدم خوب باشیم، اگر لباس ما سادام باشه، ما آدم خوب هستیم. اگر آدم بد باشیم که سر تا پا طلا فرج کنی، چی فرق میکنه؟ به هر رنگی که خواهی جامه میپوش، من از طرز خرامت میشناسم، از گفتارت مردم میفهمه که چندان آدمی نیستی. ولی ما چی میکنیم؟ به خاطر بدست آوردن یک مدل خاص خود جگر خون میکنیم. شما اکثر جنگ و دعوای خانواده را ببینین، در خوشترین مراسم ما غمگین هستیم. عروسی میشه که مثلا عروسی خواهر یک کسی است، این در خانه که شوهرش جنگ داره که 3 تا پیران کار داره، که یکی پیش از خینه پوشیده میشه، یکی در وقت نقاب پوشیده میشه، تو فقط عروس هستی. و این در خانه یک جنگ و جنجال به وجود آورده، سر از اینم قدر گرد. و بعضی وقت بدتر از این بگویم، مادر خودش عامله است. یک مادر عامله باید ذهنش آرام باشه که طفل یک رشد سالم داشته باشه. پروای طفلی که در بد نشست نمیکنه، اما سر از اینکه پیرانم چطور باشه در خانه جنگ و جنجال میکنه. دالی که اگر تو کت از پیرانم بیری، هیچ کس با آمدن و نامدن ما به خدا زیاد وقت خبر نیست. داروسی ها نمیان که موتور بین، هر کس میگه خدا یک نمایش بده. اما نه، ما میگیم ما که باید رفتیم در مجلس، کلی عروسی الا بده طرف ما ببینه که اوه آمد. و به می خاطر زیاد افغانا که از عروسی پس میان جگرخون هستن. پرسانش میکنی نان نبود؟ نه بود. محفل شاد نبود؟ بود. کل چیز سر جا. خیلی تو چرا جگرخون هستی؟ این پیش خود که نو میره فکر کرده بود که ما به این وضعیت که میرم دیگه کل محفل همه تنگوش و دهان واو آمده. اونجا که میره هیچ کسی در جبل آدم نرفته، کلی که در فکر خود بوده. پس که نه جگرخون است. اینجاست که هدف اصلی خوش بودن ماست، نه ای که ما چقدر طلا پوشیدیم. اگر طلا یا پیران مرا بدبخت میسازه، ضرورتش چی؟ اما متاسفانه ما بعضی وقت در این نیازا خود پریشان میسازیم. یا فرض مثال، حالی سوال پیدا میشه، یک کس میگه نه دکتر صاحب ما جنگ هم نکردیم، شوهرم خودش 3 تا پیران بر ما آورد، به خودم یک کرتی از لندن خواست و تو خواست. باز جای سوال است، در یک کشور فقیر ضرورت مصرف بیجای چی است؟ اگر یک روز تصور بتونین که جهان کلگی آرام است، تو مصارف بیجای کنی صحیح است. ولی در کشوری که فقر بیداد میکنه، مردم پول نان خوردن و دوا خریدن خود نداره، من چطور یک لباس قیمتی را بپوشم؟ اخلاق نمی جای نداره. یا در جهان شما میفهمین روزانه 22,000 کودک گفته میشه از سر گرسنگی و سوء تغذیه جان خود از دست میدن. اما ما خوش باشیم که من مثلا مصرف بسیار 10 تا موتر تعقیبی من میرم، 10 تا موتر تعقیبی من میرم، که 10 تا موتر تو تیل شبیتی چند فامیل میتونی نان بیتی. اما چی است؟ ما درگیر نیازهایی میشیم که نیازها درست نیست، زندگی خودم خراب میسازیم. اینجا از مرگ کودکای گرسنه گفتم، یک تحقیق جالب برای شما بگویم. تحقیقات نشان میده از او کسایی که از فقر و گشنگی میمره،
از اونا که تعداد کسایی که از پرخوری مرده زیاد است در جهان. یعنی شما این نابرابری رو ببینین که ما آنقدر اسراف میکنیم و خورده میریم که تکلیف قلبی، اضافه وزن، چربی خون، فشار بلند و ده ها مشکل پیدا میکنیم. دالی که اگر این نیازها را ما درست شناسایی کنیم، امو فقیر روزگار خوب و آرام می داشته باشه، همین کسی که امکانات اقتصادی فراوان داره. متاسفانه چی گپ میشه؟ ما زیر تبلیغات رسانه ها و زیر تبلیغ اطرافی های خود مجبور میشیم بعضی چیزها را بخریم، دالی که زیاد ضروری نمی باشه. و یاد ما باشه اگه چیزای غیر ضروری را بخریم مجبور میشیم بعضی وقت چیزای ضروری خود باز بفروشیم. بنان اگر ما امیر بفهمیم که این نیاز ضروری من نیست، قرار نیست ما بخرم میشه. بعضی وقت شاید باز یک دوستا بگه من یک چیزی خریدم و یک چیز خودم نفروختم. بعضی وقت ما مجبور میشیم صحت خودم متاسفانه بفروشیم، عمر خودم بفروشیم، خوشبختی خودم بفروشیم و خوش هستیم که یک چیزی به دست آوردیم دالی که هیچ ارزشی هم در زندگی ما نداره. مثلا شما تصور کنید چی بدبختی در زندگی ما میاره امی نیازهای غیر ضروری و مصرفگرانه. من چند تا مثال بتم. اول اختلافات خانوادگی رو که پیشتر گفتم. در اکثر فامیلا برین زناشوی قار هستن. چرا؟ که اینی چیزا نخریدی، زن ایوار می چیزا داره من ندارم. یخچال از او 4 تا دروازه داره، از ما 2 تا دروازه داره. یعنی یخچال دروازهش مهم است، ولی که یخچال سرد کردن آب و نگهداری غذاست. اگر می چیز همین میتونه برآورده بسازه، ای که 4 تا دروازه داره یا 6 تا داره چی کار است؟ نامزادها خفه هستن به خاطر از این که موبایل نو شده، مدل نو موبایل آمده و بر از این موبایل نو نخریده. دالی که اگر میخوایی گپ بزنی از تلفن قبلی هم میشه. علاقمند گیم هم از قبلی هم است. اما چی؟ چشم و همچشمی و رقابت ما را تا جایی رسانده که خوشبختی خود خراب میکنیم به خاطر از اینکه فلانه رقم تلفن برای من خریداری شود. ازدواجای ما به چی بدبختی تبدیل شده؟ ازدواج روزی است که یک آدم باید خوش باشه. در محافل ازدواج غمگین ترینا فامیل داماد و فامیل عروس است. از بس که فرمایشای بی جای است که استیج تو باشه، که پشت سرش گروپش او رقم باشه، که گل اتو باشه، که شمش او رقم باشه. یا ضرورتش چی؟ خب باز گفتم اگر فراوانی است و کل چیز جور است، در همسایت هم گشنه نیست، توی یک چیزی داری صحیح است. در غیر از او هدف اصلی است که 2 نفری همینجا هستین و فامیلتان خوش باشین، از این محفلتان لذت ببرید، نه که در دلتان عقده‌مند هم دیگه هستین که یکی دیگه تان خفه کنید. و به همین خاطر از 2 روز از عروسی تیر نمیشه جنگ و دعوا شروع است. مادر داماد قار است از بس که مصرف شده. بگه دختر کار کن. 2 روز نشده 7 روز شوا خب من کار کنم بیشی دیگه. جنگ از همین روز اول جبهگیری شروع شد. علتش دیگه نیست که کار کده یا نکده، کار خو مادر قبلا هم میتونست. علتش دوست که داروسی سرش زیاد مصرف شده و عقده‌مند است. حالا یک جایی باید پیدا کنه که او هم فشار بده. میبینیم به دست خود میمانی های ما و شما. میمانی به این خاطر است یک دوست ما هم میشینیم به یک پیشونی واز نان میخوریم، اما نام میمانی میشه یک هفته در او خانه جنگ جهانی است. الا آدم گوشت کوفته چطوشت، الا ترکاری چطور، الا ایره بده، الا اوره بده، او خاک دسترت این نموند اون نموند، بده یک روز عروسی فرا میرسه. طفل خودت هیچ حق نداره در نان دست بزنه، شما اینجا بشینی. او بیچاره دلکشان قروت میشه او جششته. در رقم غذا جور است. طفل تخ سلفه داره، پیسی دکتر بردنش نیست، اما برای میمون در رقم غذا. ضرورتش چی؟ اولی که در رقم غذا که قسم داده تو رو به خدا که نخوری، تو رو به خدا این لقمه رو تو میگی، این رو نمیگی. اولی بزور و از اندازه زیاد بخور. بعدش که از اندازه زیاد خورد، این که رفت، این منتظر است که آدم رفت، حالی زنگ زده برای که چی میمونی بود، حالی زنگ از اون نمیاد، باز خاک ده سر تو قدر که میمونی مرا نفهمیدی، قصر تو مصرف کردم. یک هفته بعد میمونی هم خفه. ضرورتش چی؟ یک قسم غذا زیاد شوقیستی، 2 قسم غذا به فکر آرام بشی بخور. یک غذا را گدوت میمونیم که آدم ایران میمونه اول از کدام از این ما بخورم. و سالانه چقدر غذا ضایع میشه در جنگلی انداخته میشه، دالی که یک کسی دیگه نیاز داره به او غذا.
بنان اینمی تقلیدای کورکورانه سبب میشه که بر قدرت ها از کشورهای دیگر را تحت سلطه خود قرار بدن که تیم مصارف خود. نان خوردن نداریم، تلفن‌های مدل آخر عین قیمت بیشتر کدام ما می باشه. خود چی میشه؟ ما به یک فرهنگ مصرفی تبدیل میشیم. کل پول خود صبح کار میکنیم تا شام جان میکنیم، بعدش رو میتیم که یک تلفن قیمتی بخریم و پیسه مستقیم میره در جیب از همون شرکت که برای ما یک تبلیغ جور کرده که تلفن برای ما یک نیاز ساخته، دالی که هیچ نیاز نیست. و متاسفانه بعضی وقت سبب میشه که حتی ما به جرم و جنایت دست بزنیم. بعضی ها دین اونم تلفن خواسته دزدی کنه، یک نفر به خاطرش چاقو زده، یک نفر به خاطرش کشته کلی همین تلفن ای به دست بیاره و این خود ما به دست خود. یا مثلا همین مواد آرایشی چی حالت است؟ سر یک مژه فکر کنین میلیون ها دلار تا بالا میشه. 50 سال پیش که تمام مژگکای خود بسیار خوبم بود، بیای ما ساعتشان هم تیر بود، هیچ گپی نبود. حالی کی مژه تو باشه، کی سوزنی باشه، کی پسقاد باشه، کی دور خورده باشه، فقط پیسه تا مصرف کن که مژه بخری. ببینین به خدا نیاز نیست. بعضی وقت کاش که ما را این مقبول هم بسازه، از حالت اول هم که حال ما را خراب میکنه. خب میبینی که این قارایش می از پشتش یک کمی دختر از بس که خدا آرایش کرده. این جرایی های مختلف. این مثل همون میگه کسی ملک الموت آمد مادرش روش قبض رو میکرد، این عذر کرد که خیر نک. گفت نمیشه، تو خود نیست امر شده ایره. خب گفت خیر کی گپ نکردی، مرخ بگو چند سال زنده میمانم. گفت تو 30 سال دیگه زنده میمانی. خب بعد از مرگ مادر رفت دیگه 30 سال زنده میمانم. جرایی که بینی را چشم ایره او رو کل دیگه جرایی که مود است من نام نمیگیرم. یک مبود در تکر موتر مرد. داو دنیا گلر انداخت. مرا گفته بودی 30 سال زنده میمانم. گفت مختوریت نشناختم او رقمی را که گفته بودم تو رقم نیستی، تو مکمل تغییر کردی. بنان ببین ما خود تغییر و جنجال جور میکنیم. با چند موضوع ما اشاره میکنم شما ببینین. داخل یکم تا دست خود بالا می سوالا رو داخل خیر کسی میفهمه اعتراض دارین داخل با سوالا رو جواب میدیم. ببینین ما و شما دو تا اصطلاح را باید تفاوتش رو بفهمیم. یکی آرامش است، یکی آسایش. آسایش وسایل بیرونی را میگه که در زندگی انسان سهولت ایجاد میکنه. بعضی وقتی آسایش میتونه در مسیر آرامش قرار بگیره، اما بعضی وقت نمیتونه. آرامش یک احساس درونی است. وقتی من از درون راضی هستم و خوش هستم. به خاطر که تفاوتش فهمیم ببینیم چند تا مثال از سر میزنیم. یک نفر در خانه کرایه آرامش داره، شکرگزار است. یک نفر در قصر مجلل ششته و از درون نارام است. یک نفر در نمد شب خواب میکنه راحت. یک نفر از دبی بر خود تخت خواسته تا 2 شب خوابش نمیبره، تا مواد مخدر و دوای خواب مصرف نکنه خواب گم است. یعنی آسایش و وسایلش داره اما با آرامش نرسیده. خیر بناهن اگر ما اینمی نیازها را تفکیک کرده نتانیم، هدف اصلی که آرامش انسان است از دست میتیم و وقتی جای هدف و وسیله خراب میشه حال ما بدبخت است. هدف اصلی در زندگی 2 چیز است. یکی جور بودن که من جور باشم، سالم باشم. یکی خوشبخت باشم. پول، خانه، موتر، سند علمی، کل از اینا وسیله است که ما را به می 2 تا برسانه. هر کدام از یکی 2 تا را از ما میگیره اونا به درد ما نمیخوره. اما متاسفانه در کشور ما ترجیح میدیم که ما بوتای لوکس داشته باشیم اما پای ما زخمی باشه. بعضی دیدین بوتش لوکس است، قیمتی خریده، بوت تنگ است، پای زخمی است، کتش لنگ لنگ راه میره اما این بوت از دلش نبره که به چشم نگاه بکشنه که این بوت ما از فلانه کمپانی است. او گله بیا در خود بوتکای کونه داشته باش، موری کلاوش داشته باش، خب پایکایت راحت باشه. این هدف اصلی است، نداشتن یک بوت لوکس. یا خوش هستیم که میریم پول زیاد به دست آوردیم اما تکلیف قلبی ما را گرفته. اما تو افلاطون میگه شگفت‌انگیزترین عادت انسان به نظر من است که نیم عمر در به در است که پول جمع کنه، صحت خود از دست میده، خود در به در میکنه، نظام خانوادگی از هم پاشیده، باز نیم عمر این پولی که به دست آورده پس مصرف میکنه کالی پس جانش جور شوه. دالی که پس او جانم که از او جور کرده نمیتونه. بنان ما باید جای هدف و وسیله از پیش ما اشتباه نشه. موضوع دیگر را بر شما بگویم. یکی از شاههای کشورهای اسلامی را نام گرفتن، من نام نمیگیرم.
فقط میگم خودتان باز میتونید. این رفته در یک کشور یک هتل شوی 2 میلیون دلار، خودشان مسلمان است، 2 میلیون دلار کرا گرفته و خودشان در هتل نبوده، کدام جای دیگر رفته. این حال شما 10 شو فکر کنین این کرا بوده باشه، 2 میلیونی را ضرب 10 کنین 20 میلیون میشه. فکر میکنم 20 میلیون به یک کشور فقیر کمک کنه مثل افغانستان که کلش مسلمان هم است و او شام مسلمان است. این خوب است یا ای 2 میلیون یک شو هتل کرا گرفته؟ چی که من شاه هستم. امی شاه مانده که 30 میلیون دلار یک جزیره را برای یک روز چکر رفتن خود کرا گرفته. شما میبینید که وقتی ما نیاز اصلی از پیش ما گم میشه چقدر بدبخت میشیم و چقدر از درون خالی میشیم و چقدر دنبال نمایش هستیم که 30 میلیون دلاری که هزارها درد ایچ از انسان هم بان از مسلمان تنها که دعوای برادری داریم میتونیم دور کنیم، اما متاسفانه او را ما هدر میدیم. این چی است؟ نیازهای غیر واقعی، نیازهای تجملگرایی و این خالی بودن انسان نشان میده. یا فرض مثال شما چند روز پیش شنیدین ایلان ماسک که گفت اگر 2% دارایی خود بته مشکل فقر حل میشه. او گفت نه 2% خود 2% نه 20% 50% حل میکنه. ضرورتش چی باید پیش یک انسان باشه؟ و او چند روز پیش به خاطر از اینکه در فضا کدام هتل باشه نان بخوره یا چی چند میلیون نمیته که بره در فضا یک لقمه نان بخوره. این شما دیگه تصور کنین بدبختی انسانه که یک نفر همینجا نان خوردن نداره، از گرسنگی میتپه، یک نفر دیگه حالی دیگه هیچ کار برش نمانده باید بره در خارج فضای زمین یک لقمه نان بخوره. پس بیا به دیگه اعلان شد و فلانی رفت نان خورد. سر خود از این باز کدام وقتی اگه در سوالتان بودی گپ میزنیم که سیستم اصلا غلط است. چرا باید برای یک انسان اجازه بده که سرمایه دار کل دنیا باشه؟ چرا سرمایه پیش یک نفر بره؟ خو سیستم در مجموع غلط است که یک تعداد فقیر میسازه، یک 4 نفر انتخاب میکنه منیس نوکر آجی صاحب میسازه. ای آجی صاحب باز یگام دفعه یگام خلطه برنج و روغن و اینا کمک کنه و بیادر گل آجی صاحب قندم تو از اول حق مردم نخو، پس جلوگری نکو، یک تعداد پس خیرات نتی و عکسایت هم نکش. از اول سیستم قسمی باشه که تفاوت ایجاد نکنه. اما متاسفانه شما می بدبختی ها رو دمی اثر میبینین و کلی امرای شادی زندگی میکنه. و متاسفانه این حالت ها اگر از درون انسان خالی باشه مثل تشنگی آب بحر میمانه. آب بحر آب نمکی است، هر چقدر بخورین تشنه‌تر میشین و این مردم ها هر چی از این انحرافات میکنه هنوز تشنه‌تر هستن. حالی که 2 میلیون هتل کرا گرفت، دفعه دیگه خود 2 میلیون اگه بگیره او اعلان ساز نمیشه دیگه، خود هم دفعه باید 3 میلیون کرا بگیره، دفعه دیگه 4 میلیون کرا بگیره. متاسفانه شما دیگه اینی بدبختی را تصور کن. و همون شعری هم که میگن پس از شاهی گدایی مصلحت نیست، هدف چیست که دیگه که یک دفعه در این قطار قرار گرفتی تو باید این همه تو بالا رفته بری. یعنی تو مصارف تو زیاد شده بره دیگه یک تعداد هم تو لاشخور وری از پیش تو منتظر باشه که چی وقت پس ماندی دانی تو میفته کو بر از او برسه. یا ای از این کشور خود ما را قسم میکنه بچه کدام قماندان صاحب خارج رفته بود در کدام پانتون برش بورس کشیده بود درس میخوان و چند وقت بعد زنگ زد که پدر والا اینجا استاد مکت موتر $2 میرم، استاد ما در علمیه. پدرش خیال کرده بود که رو بچه چند روز کجا انسانیت دیده بود که به خدا اتخانه است که 10 تا موتر داشته باشن بغ 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 بغ. استاد از پروفسور از در علم یا در میلیبوس میه. گفته بود پدر والا استادم در علمیه. گفته بود غم نخور بچه این دفعه آمدم یک تا ریل برات میخرم. خیال کرده بود که کدام چیز بالاست. یعنی تصور کنین که ما اونو تو زندگی میخوایم. یا یکی از یاجی صاحبایی که خوب نامدار است در اینجا قسم میکنن، این فیلمایشون به خیال من است در فیسبوک اینا رفته بود در دبی سر رقاصت بکس دلار کشیده بود، دلاری که از ملت غریب بیچاره است. خیره که مثلا به یک نامی بر تو یک تراکتور در بگرام داشتی بر تو پیسر داده، این سر رقاصه تو بندل دلار هم انداخت. پیسه یک افغان غریب تا ببر در اونجا سر رقاصه بنداز. این چی از درون خالی بودن انسان نشان میده که تو ولی بر اطرافیایت خود نمایش میدی که من اینقدر کار میتونیم یک بندر دلار انداخته میتونم. ارث قانی نیست بیدل ورنه ز اسباب جهان، آنچه ما در کار داریم اکثرش در کار نیست. بیدل بزرگوارا میره بسیار خوب اشاره میکنه. یک دفعه میخوانه رفتین یک قلم و کاغذ بگیرین این وسایل لیست کنین، یک تعداد از اینا واقعا به درد ما نمیخوره، اما شما ببینین به خاطر به دست آوردنش ما چقدر خود پریشان ساخته بودیم، چقدر خود جگرخون ساخته بودیم که ما او را فقط بخوایم به دست بیاریم.
خب ولی از این گپا که بگذاریم، بحث ما است که نیازهای انسان کدام است. در مورد نیازهای انسان دانشمندای زیاد صحبت کرده، اما یکی از جالبترین کارا را ابراهام مازلو انجام داده که ما و شما همین نیازهایی را که مازلو بر انسان ترتیب کرده را امروز مورد بررسی قرار میتیم و خود در معاینش میبینیم. من کوشش میکنم جانب اختصار ببینیم که وقت زیاد ضایع نکنیم. ابراهام مازلو هرم خود در 943 جور کرده. ابراهام مازلو یک روانشناس است، از روانشناسای انسانگرا است. ابراهام مازلو نیازهای انسان را به دو بخش تقسیم میکنه. یکی نیازهای مبتنی بر کمبود، یکی نیازهای بودن یا شدن. چی تفاوت داره این دو نیاز؟ یکیش متاسفانه نیازی است که بدن انسان با او ضرورت داره، نمیشه بدونش. اگر با کمبودش مواجه شیم با مرگ و درد مواجه میشیم. او در وجود ما است، اما یک تعداد از این نیازات در وجود ما نیست، خود ما باید با وجود بیاریم. نیازهای اولش بین انسان و حیوان مشترک است. اگر کسی دمی نیازهایی که به اساس مبتنی بر کمبود از باقی میمانه، یعنی با حیوانات یک نوع زندگی میکنه. ولی اگر ما میخواهیم که از حیوانات فرق کنیم که اساس زندگی همیست که انسان موجود متکامل باید باشه. تعریفی که از انسان میکنن میگه انسان موجودی است متعادل و متکامل. اول تعادل خود حفظ میکنه که حیوانات هم کارا میکنه، حیوانات هم تعادل خود حفظ میکنن، ولی با تعقیبش انسان باید تکامل کنه. حیوانات تکامل نمیکنه. گاو اگر تاریخش بخونیم 50 سال پیش هم همین رقم گاو بود، 100 سال پیش هم، 500 سال پیش هم گاو هیچ کدام تغییر نکرده. شیر هم اونمتو، زنبور اصل هم همتو. اما انسان دیگه او انسان نیست. انسان روز به روز تکامل کرده میره. بنان قاعده زندگی است که ما باید تکامل کنیم، بالا بریم. یعنی از نیازهای کمبود خود رها کنیم، بریم به طرف نیازهایی که به شدن ما کمک میکنه. یا اگه تو بگیم نیازها را میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، واقعی و حقیقی. فرق واقعی و حقیقی در این است: واقعی چیزی که هست، حقیقی چیزی که باید باشه که ما بر از او باید تلاش کنیم. شما دقت کنین توسط یک هرم نیازها را نشان میده. هدف از این هرمی است که یعنی این قاعده از این بزرگ است، یعنی نیازهایی که پایین است شدتش در وجود انسان زیادتر است، وقتی بالا میریم شدتش کمتر میشه و متاسفانه یک تعداد کم انسان ها به این طرف میه و باور مازلو به ایست اگه یک انسان بتونه خود به اینجا برسانه او انسان کامل است، یا ما و شما میشه بگیم انسان تکمیل است، چون باور ما به ایست انسان هیچ وقت کامل نمیشه. کامل تنها ذات حق است. انسان موجود نیازمند است، کمبودی خود داره، ولی با تلاش هر روز خود بهتر ساخته میتونه، هر روز به منبع کمالات و زیبایی ها که خداوند متعال است خود نزدیک ساخته میتونه، ولی کامل نمیشه. اما به نوع تکمیل ما چیزی که باید شویم میتونیم که شویم، ولی متاسفانه اگر در این قسمت ها باقی میمانیم دیگه مثل یک درخت شما در نظر بگیرین انسان هم یک دانه را به زمین غرس میکنه، یک تعداد هم اونجا گندیده میشه، هیچ سر از زمین بالا نمیکنه. یک تعداد اونمتر است، گندیده است، غرق فساد است، غرق مواد مخدر است، حالش خراب است. یک تعداد سر خود بلند میکنه سر یگان تا که یک حیوان پایمان شکست دیگه خودش شور نمیته، یک تا ساقه میرسه، یک تا شاخچه میرسه، یک تا برگ میرسه. ولی یک تعداد اندک که گفته میشه 2% مردم جهان است به مرحله میوه دادن میرسه، یعنی به یک درخت پربار تبدیل میشه که دیگرها هم بتونه از علم و دانش از او استفاده کنه. یعنی پربار شدن مثلا وقتی تو یک متخصص میشی، فرض مثال دمی شرایط وقتی ما یک تیوریسن خوب اقتصادی داشته باشیم، امیالی بتونه یک تیوری خوب جور کنه و اقتصاد مردم را یعنی ثمرش بر مردم رسید. یا مثلا خودت یک دکتر میشی و 10 تا مریض تداوی میکنی، تو بر 10 فامیل ثمرت یعنی فایدهت رسید. بنان ما خود با اون مرحله کوشش کنیم که باید برسانیم. شما دقت کنید فرق نیازهای پایین با بالا چی است. نیاز قاعده تعادل به وجود میاره. نیازهای پایین که نیازهای مبتنی بر کمبود است تعادل بدن ما را حفظ میکنه، یعنی ما کتش زنده میباشیم. مثلا خوردن و نوشیدن و ایناست، ما را زنده نگاه میکنه. اما نیازهای قسمت بالایی سبب تکامل ما میشه. این اولین فرقش. انتخاب با ماست، جبری نیست. تو تنها میتونی زنده بانی، میتونی از امروز انتخاب کنی که نه من میخوایم متکامل باشم، من میخوایم استعداد خودشو گفا بسازم، من تنها نمیخوایم یک تخم گندیده باشم، من میخوایم به یک درخت پرثمر که از سایه ما، از میوه ما، از برگ ما مردم بتونه استفاده کنه. فرق دیگه چیز؟ نیازهای پایین درد و مرگ به همراه داره. اگر نباشه مثلا نوشیدن و خوردن سر موقتش هم اول درد میکشیم، بعدش میتونه مرگ باشه. ولی اگر نیازهای بالا نباشه مشکلات روانی به وجود میاد. یک تعداد مردم از خوب خوردن و نوشیدن داره، کل چیزش فراهم است،
اما دچار انحرافات روانی هستند که شما مثالایشان هم میبینین در دوره بر، ضرور نیست من یادآوری کنم، که زندگیشان از نزدیک ببینین چقدر انحراف است. اولادشان در چی وضعیت است، زنشان در چی وضعیت است، دخترشان در چی وضعیت است، ولی امکانات زندگی کلش پیش خود داره. فرق دیگه چی است؟ نیاز قاعدت خودش در وجود ما است، اما نیازهای بالا را ما باید تولید کنیم در وجود خود. زحمت کار داره. مثل که امروز مییم به سمینار، در نیاز قاعده ما مصروف خود هستیم تنها، الا بخورم سیر شمی، اما در نیازهای بالا ما به فکر انسانی میرسیم، ما به فکر دیگران میشیم. ما به جای از که هتل 2 میلیون دلار کرا بگیریم، میگم من در یک اتاقک میتونم زندگی کنم، امشب خود تیر کنم، که از 2 میلیون دلار 2 میلیون دردم از دنیا گم میکنم. اینی تفاوت ایجاد میکنه در وجود انسان. در نیازهای بالا ما محبت و خدمت شروع میکنیم، ما انسان دوست میداشته باشیم و میخوایم برای انسان کاری انجام بدیم. در نیازهای پایین ما فقط خودخواهی، خود بزرگبینی، خود محوری، خودشیفتگی، خودپرستی و خودپسندی داریم که شما مثالایش فراوان دیده بودید. باید دروازهش یک نفر واز میکرد، چند نفر دیگه مثل حیوان شیشته بود در پشت موتر در هوای سرد زمستان که تو پایین میشه قرب 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 آدم انداختن، شور نخوری، ریش سفیداره کرد سلی میزدن که موتر تو 1 ساعت سرک دارلمان بند میبود تا که جناب از خانه خود از شهرکش حرکت کنه. این که شهرکار خود ببین در یک خانه و 2 خانه هم سیر نمیشه، شهرک باید به نامشان باشه. یا مثلا تلویزیون جور کرده، قصر جور کرده، روزی خودش استاده شده، روی خود موس گرفته، همین مردم از فایل کشیده، ریش سفید، پیر، جوان، متاسفانه حتی باسواد که دستای مبارک از زیر ماچ کنه. این در تلفن مصروف، به یگام تا که نوبت نمیرسه لباس مبارکش از دور ماچ کنه، در حالی که تا این همین غرق فساد. چی است؟ این به مرحله خودپسندی است، به خود بزرگبینی است. و یک تعداد دیگه متاسفانه مجبور شکم که برش یک وظیفه بده، واسطه شبانه لباس مبارکشن نوبت ماچ کردنش میگیره. در نیازهای بالا ما دنبال راه حل مشترک می باشیم. ما به این فکر میکنیم چطور برای وطن خود یک راه حل پیدا کنیم، مشکل کلی گیر حل کنیم، نه تنها از شکم خود سیر کنیم. گرفتن دست دیگه و کمک به دیگران را یاد میگیریم. ما مثل یک رودخانه میشیم که بر دیگران آب میتیم، زمینی را سبز میکنیم، پرنده و چرنده از ما استفاده میکنن، نه که ما از دیگه استفاده کنیم من زینه. و بالاخره گپی است که از بیهودگی ما را به سمت معنا میبره. اگر در نیاز قاعده باشیم زندگی بیهوده است، بخو خوک و لذت ببر، بخو خوک و لذت ببری، خود زندگی انسانی نشد. ما دنبال یک معنا باید باشیم در زندگی خود. شما میفهمین انسان در 4 مرحله رشدی میتونه باشه، در هر کدام از این میتونیم ما بند بانیم، ولی خوبترینش که ما بتونیم به مراحل خوبترش برسیم. مرحله اول زندگی دوره کودکی است، خودخواهی و خواهش است. کودک هر چی برای خودش، سامان بازی دیگران را برای خود میگیره. پدر مثلا دیگه برادر و خواهرام دار رو نمیمونه نزدیک پدر بیه، این که طرف میگه طرف نه بخس بالی پدرم، این پدرم از من، کلی چیز از من. یعنی مرحله خودخواهی است. بعضیا متاسفانه کلانم میشن اما خودخواه ماندن. بعضیا رو دیدین شهرک ازی باید باشه، زمینا ازی باید باشه، کس بلند منزل جور میکنه نیمش ازی باید باشه، موترا ازی باید باشه. این چی از حالت طفلانه است از نظر روانی، در خودخواهی باقی ماندیم. مرحله دوم که در نوجوانی شروع میشه، جلوگری و نمایش است. نوجوان جوان به فکر عزیز که دیگه ببینه استایلش، ببینه مویکایش، ببینه نیم ساعت شانه میکنه، باز یک تارکی سومونده سر میره شانه میکنه، این دنبال عزیز. اما متاسفانه بعضی کلانا رو دیدین دعوای رهبری هم داشت ولی هنوز در جلوگری بود که خودت چطور فیشن کنه. در 2 مراسم در یک روز خبر میبود 2 رقم دریشی باید میپوشید. این چیست؟ یعنی من جلوگری میکنم، دالی که کار تو جلوگری نیست و برادر گلم، کارهای کلان مملکت مانده، یک دلسوزی که یک راه حل کن. این 2 مرحلهش غلط است، طفلانه و نوجوانانه است. بیاین بریم به مرحله بالاتر که خود دوستی و آرامش است. من به جایی برسم من خودت دوست دارم، من با خود راضی هستم، این که قدم همه قصر هنگم چطور است که تازی راحت هستم، ضرورت نیست که من برم به لبای خود یک جرایی کنم، من چون دیگه جایش نام نمیگیرم خودتان میفهمید. و بالاخره اگر من رشد سالم داشته باشم، من به دیگر دوستی و ستایش میرسم، من به جایی میرسم که دیگرها رو دوست میداشته باشم بر علاوه خود، دیگرها رو تشویق میکنم، بر دیگرها را نشان میدم، دست دیگرها را میگیرم که بیا ما را یافتیم تو هم ده اینجا بیا.
نیازهای پایین یا نیازهای مبتنی بر کمبود به اساس محرومیت هستند و اینا اگر برآورده نشه متاسفانه مجال حرکت به طرف بالا را بر انسان نمیده. او هرم مالی اثر باز مطالعه میکنیم. به می خاطر است متاسفانه 98% مردم دمی دو نیاز پایین مانده. مثلا این کشور خود ما در بدری و پریشانی کل ما است که شکم خودت چطور سیر کنیم. یعنی من خودم تا به امروز تو نشده که مرا یک کسی بگه برو خاطر راحت نانت میرسه تو برو درس تا بخوان. یعنی تا هنوز تو نشده یک روز از صبح تا شام به فکر آرام درس خوانده باشم. خب متاسفانه شرایط سیستم قسمی جور شده که ما درگیر نیازهای پایین باشیم. نیازهای پایین وقتی برآورده نشه متاسفانه ما به سمت بالا رفتن نمیتونیم. تو که شکم گرسنه دیگه که از یک حد بگذره درس خوانده نمیتونی. این نیازها باید برآورده شه و قدرتشان زیاد است. اینجا ایره با سعدی بزرگوار بسیار خوب امیر تشریح کرده که نیازهای قاعده را میتونه بر ما نشان بده. عربی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همی کرد که وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنا چیزی با من نمانده بود و دل بر هلاک نهاده که همین ناگاه کیسه یافتم پر مروارید. در بیابان بوده، گشنه شده بوده، یک کیسه را میافه، کیسه را خوب به شوق میگیره، واز میکنه که مروارید است. اما این به شوق چی گرفته بوده؟ هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است. گشنه شده بود، خیال کرد که گندم بریان، گندم یافتم که بخورم. واز کرد که قیمتی ترین دانه است. اما جگرخون شد. چرا؟ در او بیابان او به دردش نمیخوره. اونجا چی کار است؟ یک شکم نان کار است برش. باز آن تلخی و نامیدی که معلوم کردم که مروارید است. یعنی نیازهای قاعده این ضرورت است که اگر نباشه مروارید دیگه بر تو معنا نداره. این مثل همون یک داستان حتما شما خواندین، کسی بوده خوب سرمایه داره تو یک سیف کلان فکر کو بندازی نیم از اتاق داشته. یک روز داخل میشه خوشق داشته که تو پولایش ببینه که چطور دلارا داره و کدام پیسا. داخل میشه تصادفاً دروازه از پیشش بسته میشه و از داخل امکان واس کردنش نبوده. پول و همه چیز بوده اما نان نبوده. پول خورده نمیشد. پول و خودی خود هیچ فایده نداره. بالاخره میگه انگشت خود خون کرده بود، نشته کرده بود که سرمایه دارترین فرد در کنار سرمایه خود از گرسنگی مرد. بنابراین نیازهای قاعده اینه طور است. یا مثل که مالی او اقتصاددان یاد نصفش بیاد ندارم که زیاد دعوا میکرد که کل چیز پول است. بازی را بردن در کدام جزیره که پول بود، ولی تنها در جزیره ماندن یک چند روز که دلش تنگ شد گفت نه والا کل چیز پول نیست. بنابراین ببینیم چی گفته سعدی بزرگوار. در بیابان خشک و ریگ روان تشنه را در دهان چه در چه صدف. مرد بیتوشک افتاد از پای بر کمربند او چه زر چه خزف. اگه گشنه مانده باشی که زرم پیشت باشه دیگه فایده نمیکنی. یعنی از اینجا یک گپ یاد ما باشه، پول به خودی خود کدام چیزی نیست. پول بر رفع نیازها مهم است. اما متاسفانه ما امروز همون جمله‌ای که مارکس میگه انسان پول خلقت و خودش نوکر پول شده، غلام پول شده. متاسفانه ما اونم یک شرایط برای خود ایجاد کردیم. دقت کنین نیازهای سطح بالا در صورت برآورده میشن که ما سطح پایین برآورده ساخته باشیم. یعنی نیازهای فیزیکی ما برآورده شده باشه. در غیر از او وقتی کمبود باشه ما به سطح بالا رفتن نمیتونیم. میره تجربه کردن. 2 تا تجربه را برای شما بگیم. شادی را گرفتن چوچی شده بغلش دادن، زیر پایش آب ایلا دادن در اتاق. آب بالا می آمد، شادی چوچی خود بالا میکرد. تا اینجا که آب آمد بالا کرد چوچی خود. اینجا که آب رسید میفهمید چی کرد؟ چوچگه خود پایین انداخت، خودش سرش استاده شد. او یک ضرب المثل به پشتو هم داریم که میگه او بتر علقه زوی تر پخولاند. یک چیزی تو است که دید که حالی حیات خودش به مخاطر است چوچی خود به خطر انداخت. تجربه دوم براتون بگیم. استادای فلسفه و اخلاق بردن در جنگ ویتنام، کسایی که اخلاق درس میداد. برشان نان کم میرسید، کالری روزمره کم میرسید. بعد از یک هفته می کسایی که اخلاق درس میدادن مجبور بودن بسکیت هم دیگر، نان هم دیگر دوزی کنن. یعنی اگر نیازهای فیزیکی ما از یک حد کم میشه متاسفانه سیستم مغزی خوب کار نمیکنه. اخلاق و آداب و کل گپ فراموش میشه. یک دفعه بیاین بازی هرم ببینیم. در این هرم 8 تا زینه را شما تصور کنین که ما یک حرکت داریم. اگه اینجا رسیده بتونیم ما هم انسان تکمیل هستیم، چیزی که باید میشدیم شدیم، با درخت تبدیل شدیم. اگر نه یک قسمت ماندیم. اول نیازهای فیزیکی است. نیازهای فیزیکی چی است؟ تنفس. 5 دقیقه نرسه میمیریم. نوشیدن حدود 1 هفته آب نرسه میمیریم. خوردن حدود 3 هفته غذا نرسه میمیریم. خواب، موضوعات جنسی، حفظ تعادل بدن، اینا چیزای فیزیولوژیک است که ما هم ضرورت داریم. حیوانات هم به این چیزا ضرورت داره.
دوم ای که برآورده شد نیاز به امنیت است که میگیم یک سرپناه داشته باشیم، از شر دشمن در امان باشیم که اگر نباشه خون استراب و ترس و اینا میگیره. متاسفانه هم که گفتم 98% مردم کل زندگیش خلاصه از بمیجه، هیچ به سمت بالا سعی نمیکنه که کجاست، فقط از این صبح تا شب شکمش چطور سیر شود. و سیستم جهانی هم متاسفانه مخصوصا سیستم سرمایه‌داری قسمی جور کرده که ما را 80% ما را 98% ما را همیجه نگاه کنه، فکر بالا رفتن نکنیم. زیاد ما دغدغه ذهنی ما است که چطور شکم خود سیر کنیم. و یادتان باشه سعی کنید دنیا چقدر ضرور است. تا چند وقت پیش چی میگفتیم؟ ای همین نان نباشه خو همین امنیت باشه. اولی چی میگه مردم؟ نه امنیت نباشه خو همین نان باشه. بدون از این دو تا نمیشه. خب هر کدامش که نباشه حال ما را خراب میکنه. ولی همونطور که گفتیم دهرم چونی پایین بزرگ از شدت از زیاد است. بعضی وقت اگر نیازی فیزیکی نباشه مردم مجبور است امنیت خود به خطر بندازه. مثلا با وجودی که میفهمه دزدی خطرناک است، شاید دستش قطع شه و بندی شه و جنجال ببینه، ولی چون شکمش گرسنه مانده مجبور میشه که بره چی کنه؟ دزدی کنه. اما دوستای نازنینم بحث ما کلش چیست که 2% مردم این جرأت داره که برن به طرف بالا، با حداقل قناعت میکنن. همین که معاون صاحب پیشتر گفت که یکی از دانشمندا گفته که اگه $50 داشتین رو خرج روزمره شما میشد. و یک سمینار هم شنیدین کس $30 قیمتش است. از ما او رقم نیست، کل قیمت سمینار ما $0.5 است. 50 افغانی. خب در 50 افغانی قدر امکانات در خدمت ماست. او را هم سرتیفیکیت میده براتون و هر سرتیفیکیت هم عنوانش میزنه، دیزاینش تغییر میده که میتونید سمینار دیگه استفاده کنید. خب اگر $30 هم که میگه بود ما شما خود $0.5 هم نمی افغان. خب اما اگر $30 هم میگه قیمت سمینار بود و تو 50 افغانی $50 میفهمیدی خرج روزمره است، میگم 20 شنیگاه که خیره، شوروا نخو، یک کمکی برگر و کچالو بخو، ولی $30 شب برو سر سمینارت مصرف کن، یک چیزی یاد بگیر. این حالی ما و شما گپ ما ایست اگر دایی دو تا خود بانین این هیچ سیر شدن نداره. $2 میلیون هتل هم بگیری بازم مانده. در ترکیه میرن عکس میگیرن در هتل، کت نواسیش در بلند منزل عکس میگیرن. این چیزا هیچ سیر شدن نداره. بیاین به این کم شام اگه داریم قناعت کنیم بریم به طرف بالا. اینالی اینش دو نیاز واقعی میگه، چیزی که هست و اینا مبتنی بر کمبود است. وقتی پوره میشه دیگه نیاز نیست. چی مانا؟ وقتی گرسنه هستیم خو یک غوری نان خوردیم دیگه سیر شدیم، دیگه کار نیست 20 غوری باشه دیگه به درد ما نمیخوره. حتی اگه زیاده خوری میکنیم همونطور گفتیم خودش تکلیف ایجاد میکنه برای ما. تشنه هستیم 1 گلاس 2 گلاس نهایتا 3 گلاس ناله خواز نمیکنیم کمت بره. اگه تو باش کل ویتامینا رو ضایع میکنه منحل در آب میکشیم ما را. بنان دیدیم کمش قناعت کنیم بریم به طرف نیازهای بالا. همین کل زحمتی که ما امروز شما را دادیم تا اینجا خواستیم، کل ما میفهمیدیم انسان چی نیاز داره؟ نان نیاز داره. خب گرچه در اواخر ما میخوایم یک نیاز واقعی دیگه هم زیاد کنم، رفتن به خارج. نه یک نیازی بسیار از غذا میکنه ایره دارن چطور خارج برن. خب بریم به این نیازهای بالا. نیاز این دو تا که برآورده شود، نیاز دیگه احساس تعلق عشق است. یعنی انسان موجود اجتماعی است. انسان میخواد با انسانای دیگه باشه، با یک گروه مرتبط باشه، یک خانواده تشکیل بده، دوست صمیمی داشته باشه. از نظر روانی شما میفهمین حداقل روزانه 1 ساعت هر کدام ما نیاز داریم که یک دوست صمیمی داشته باشیم که از او راحت باشیم، خود ما باشیم، راحت گپ زده بتاریم. ما زیاد جاها راحت نیستیم، فکر میکنیم چی بگوییم گپم خطا نخوره یه تو نشه. نه، اینقدر راحت باشیم که راحت گپ زده بتونم. به همین خاطر تشکیل خانواده یک ضرورت است بر ما. اگر ما دچار مشکلات روانی میشیم بنان ما باید این نیاز برآورده بسازیم. خب یعنی ببینید انسان موجود اجتماعی است. انسان شدن از دیگاه یاد میگیره. یک گپ یاد ما و شما باشه، هر کدام ما و شما که امروز انسان هستیم از برکت انسانای دیگه است. هر موجودی که در این دنیا می ماهیتش پیش از پیش تعیین است. یک پشک که به دنیا می پشک به دنیا می، هیچ نوع تمرین خاص نیاز نداره. هیچ سمینار پشکا رو شما نمیبینین که دعوت کرده باشه به پشکا سمینار بتنه. با پلنگا هم نیست که بیا شکار با پلنگ یاد بده. او در وجودش هست، هیچ مادرش هم برش یاد نته یاد میگیره. حتی در دانی درخت شما زردالو رو در زمین غرس کنین زردالو میبره، حتی بادام تلخ غرس کنین بادام تلخ میبره. ماهیتش پیش از پیش هست. حتی خلاف ماهیتش کار کنی تغییر نمیخوره. چوچی مرغابی را کت مرغ میمانن، مرغ کرک میشه تخمای مرغابی را میمانن.
با چوچککای مرغابی چند روز کت مرغ میگرده، همین که آب دیدن خود داب مندازن میرن پشت کار خود، چون او ماهیت شد. یا باز یک داستانی از سعدی بزرگوار است که میگه پادشاه پشک یاد داده و شمع میگرفت، باز وزیرش کتش مخالفت میکرد که بیادری کار تو غلط است، این مخالف طبیعت عزیز نمیتونه، پادشاه قبول نمیکرد، میفتور زور داده که می کار تونسته. یک روز کل قصر در گرفت به خاطر که پشک موش دید، شمع میلا داد، پشت موش دوید. اما انسان تو نیست. انسان باید انسان شدن. شما یک انسان به دنیا بیاید، یک جای بانین که مواد حیاتی باشه ولی برش چیز یاد نتین، فکر میکنین انسان میشه؟ نه، انسان جور نمیشه. حتی یک پادشاه مصری ادعایشی بود میگفت لسان اصلی نمی گپی که ما میزنیم او از خودشان میگفت او لسان اصلی جهان است. به خاطر که ثابت بسازه گفت دو کودک که به دنیا آورد دو کودک بیارین، کسی که در مقابلشان بله هم نگویه ولی حیات برش فراهم کنین، نان میدادن کل چیز، ولی کودکا هیچ گپ نمیزدن، کل شرایط حیاتی. جوان شدن سر گپ آمدن، میفهمین لسان اصلی جهان چی بود؟ هیچ گپ یاد نگرفته بودن. ما گپ زدن از دیگاه یاد میگیریم، روابط اجتماعی را از دیگاه میگیریم، به او خاطر ما احساس به تعلق داریم که به یک جای ارتباط. بنان اریک فروم میگه عشق و نریس آموختنی. ما باید یاد بگیریم دوست داشتن خود، دوست داشتن دیگار، دوست صمیمی را، اینا ضرور است برای ما. خب بعدش احساس تعلق هم که بتونیم فراهم کنیم، علم و آگاهی است. مرحله بالاتر علم و آگاهی است. اینجا سوال پیدا میشه، دکتر صاحب تو گفتی 98% مردم تنها دهی دو تاست، ما خود دیدیم پانتونا نفر پر است. بله شما دیدین پانتونا نفر پر است، اما به خاطر علم نیست متاسفانه، به خاطر مدرک است، به خاطر همین دو نیاز پایین از گل بیادر خود. تو پرسانش کنی صادقانه که درس چرا میخوانی؟ که میگه سند بده وظیفه بگیرم شکم خود سیر کنم. این نیاز به علم نشد، این علم وسیله شد برای نیازهای پایین. نیاز برای علم است که تو فقط میخوای یاد بگیری. این مثلا ما 36 میلیون نفوس هستیم، حداقل کابل 6 میلیون، میگیم بیا سمینار است مثلا 60 نفر میتونه بیاید، یعنی ما دنبال یادگیری نیستیم. حالی بهانه ما جور شده، او دکتر صاحب دیگه به چی بخوانیم؟ اگه علم خوب است امروز هم خوب است دیروز هم خوب بود تو بخوان. اما ما در دوره جمهوریت هم نمیخواندیم گل بیادر خود. خفه نشین از گپم، یک تعداد انگشت شمار میخوان، 5 نفر در یک سال دیگه درس نمیخوان. کسی را خفه نسازم، نام پانتون در بیرون فیشنتون مانده بودن. محصل از صبح تا شام در این فکر بود که من صبح کدام لباس بپوشم، چی نوارایش کنم، بوتم کت دسکاولم کت چادر، ببخشید دختران کت چادر بوتم کت ریشم کت مچم کت کرتیم بخانه. خب کل مثالا به دختران نشه. بنان اینال یک محصلی که 4 ساعت در فکر آرایش و فیشن خود باشه، خود 4 ساعت از درس خود دور من گل بیادر خود. این 4 ساعت هم که فیشن کرده، 1 ساعت خود باید در پانتون خود نمایش به تهذیب 15 بره، پیش از او 15 باز از او 15 او رقم خود اصلا بره دلش میگه فکر آرایش کرده. این خود نشد، درس نمیخواندیم. من امیالی دستان فهم شاگرد کام او استاد بچی بخونیم، این بچی متر 3 ماه پیش هم میشناختم نمیخواندی، چرا دروغ میگی؟ ما دنبال علم نبودیم. در یک وطنی که 5 ساعت 6 ساعت شبانه تلویزیون میبینن، ادعای علم از کجا شد؟ ما نیستیم دنبال یادگیری. علم او وقت دنبال علم است که تو از یادگیری لذت میبری. این بد نیست که تو علم یاد بگیری تو نان بته، علم حتما نان میتیته خوب است، ولی روزی که نیت تو مهم است، وقتی تو به خاطرش سیر کردن شکم دنبال علم هستی، خود تو یعنی در نیازهای پایین هستی. علم و آگاهی سبب میشه انسان به معرفت برسه، خود بشناسه، دور بر خود بشناسه، خدا را بشناسه. وقتی علم یاد گرفتیم، علم دنیای کمی است، ما فرصت پیدا میکنیم بریم به مرحله بالایی که زیبایی و هنر است، به زیبایی و هنر برسیم. اما این زیبایی و هنر وقتی بسیار زیباست که از مسیر علم بریم. اگر از مسیر علم نرفتیم ما ضد هنر کار میکنیم. مثل که شما متاسفانه در کشور ما میبینین که وضعیت چی است. خب هنر تو تعریف میکنن، تعریف های زیاد داره، یکی از تعریف ها رو شما گوش کنین. هنر پالایش روان آدمی است، روان باید پالایش بده. وقتی تو هنر رو میبینی تو خوب بسازه. هنر احساس و عاطفه رو بیان میکنه، هنر خلق زیبایی است. اما هنر ما چی شده؟ بجنبانی میاره، بجنبانی چشماره، بجنبانی لباره، بجنبانی گردنه.
اما تو پایین رفته رئیس، من خود از زیاد اجازه نمیتونم پایین برم. خب این بجنبان است، این شد هنری را همون گفته تانستم. اما از این که یک آدم دیگر است کل چیز نمیگم شان خفه نشم، مخدی از دشمندار هستم. یک نفر دیگه بازی را مانده بر از این ویدیو جور میکنه که هرچی به جنبان میگه و همونجا را برش میجنبانه. یعنی درد از این وطن درد جنباندن است. 40 سال جنباندی چی شد تو گل بیادر خود. این فکر میکنه که طرف راست به جنبانه یتیما سیر میشه، چپ به جنبانه مشکل اقتصادی حل میشه، پیش به جنبانه علم جور میشه. تیر شو از این جنباندن. باز که زیاد شوق جنباندن داری از پایین که کمک بالا همی مغزت به جنبان خدا میروان است یک راه حلی پیدا شد خنده میکنه. خود نشد هنر نه؟ زد هنر است. هنر ما یکی هنر بازاری شده بود. یک 4 تا راه برو در تاجیکستان کجا و کجا فقط رقصانده برو، صدای توی هیچ مهم نیست دیگه. وقتی هنر بازاری شود کیفیت خود از دست میتمو که گفته میشه چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. وقتی غرض پشت از او باشه او دیگه هنر نیست. وقتی تو هنوز هنرت به خاطر از اموز که او شکم سیر کنی خب کیفیت هنری خود از دست میده. من یک چند تا تفاوت بر شما بگم ببینین موسیقی ما چقدر تغییر کرده. اویی که احمد ظاهر میخوان بیایید به میدان خرابات بیا امروزه که این سروچه رو دیدی؟ آقبچه رو دیدی؟ جان مرگی کرولا میدوان. این موسیقی. یا اشعار بیدل استاد سراهنگ میخوانه ببین، یا در مقابلش امروزه چای نتپدره کنم حق ما را میت یادی تو رو نره کنم. این شد موسیقی. یا درون امیل استاد ناشناس بشنو، یا در مقابلش آدم خانه چرسی کدمی و واسه دالا. یا مثلا استاد مهوش که میخوانه در آن نفس که بیمیرم، یا امروز درد دندان دارم دندان به دندان میزن بزن. یا همه تا آشتی استاد وحید قاسمی را که میخوانه، یا من یک تا در یک استیج خوب که شما خودتان در یوتیوب پیدا میتونید هنرمند میخوانه ای پاچکایت بلند است 420 استی در مسیج گپ میخوری و او هم برش او شوق چک چک داره که چی گپایی برش میگه. خود دیگه بدبختی هم از این کلمه میشه. یا مثلا فراد دریا میخوانه که داجوند محبت لپاره کم دی، یک دیگه امروزه میخوانه آچی پینیمش پپ کاریگی یا مچس میراکه بگی مچس تا دنیمش به مچس کارش میه. این موسیقی است. اگه بگویی که موسیقی زده هنر است خفه میشن. یا مثلا دازمون زیبا وطن استاد اول میره گوش کو ماتو شده از نو به جان مامدتاو. از این مثالا 200 تا است. خب وقتی هنر به این حالت رسیده باشه دیگه شما گله کنید. یعنی ما نیستیم، ما در مقایده هستیم. زیبایی به زندگی ما باید کیفیت ببخشم. مثال دیگه برای شما بتون. امروزه زیبایی مایی شده از بدن خود عکس بگیریم به نمایش بانیم. این تو جایی را که قرار نیست تا خود آدم ببینه او را بگی در صفحه اجتماعی عکسش بگی بان. این هنر از این میران میمونه. هنر در کجای زیبایی در کجای عزیز؟ هنر عکاسی خودم میخواد به نمایش بانه یا هنر بدن خودم؟ این فکر میکنیم درد ما همیست. یا مثلا ما آمد ویدیو جور میکنه آمدم این در این رستوران این چیزا که خوردم باز ایسو رفتیم ما تا آمدیم این شده ویدیو. این جوانی است که خارج رفته هنوزه به عوض از اینکه به فکر ازی باشه که 4 تا جوانی که در افغانستان مانده من چطور یک راه درس و تعلیمش فراهم کنم، اما او رفته هنوز بر ازی دیگه چیزا رو یاد میده که اموجام که هستی بخی تو هم بگرد یک ویدیو جور کو که ما آمدم امروز در این بغل رستوران شیشت اینی چپس ای رقم خوردم. این درد ماست. این یک جوانی تو میکنه چی رکتش میخوایی مل کنیم. یا دو زدن خور نمیگی. یک تعداد افغاناست فقط دو میزنن یک فالوور دارن که هیچ پرسان نکن. من میگم سیمینار میگه دیوانه است. او که دو میزنه میگه واوا چه دوایی میزنی دو زده برو. یک ملتی که از دو لذت میبره خالش خراب میباشه. خب باید تو از بالا تیاره بفته دیگه. خب به خاطر خودش به دست خود خراب میکنه. بر ما خارج رفتن تو شده مثل جنت باشه. به خدا به جنت کسی قجله نداره که ما به خارج داریم که ما ردم کمپکتان بان
در اینجا از کوچیش تیر میشدی جنگ دعوا داشت تو جبهه. من کسی را خفه نمیسازم، خودشان هر چی میفهمن. ولی بدبختی ما را میگم که ما چرا بدبخت باشیم که ما برای یک کمپ یک جایی که بتیم ما خود بکشتن بتیم، اولاد خود ایلا بتیم، بعضن زن خود ایلا بتیم فرار کنیم، شوی خود ایلا بتیم فرار کنیم، که ما را در اونجا جای بتیم. خب از بدبختی ماست. از اون که خلاص میشه دیگه ویدیو میمونه. حالی میگین استاد چطور اینا رو دیدی؟ خب شاو دیدیم که بر شما قصه کنم که چه جریان داره، که یک اعتراضی هم از هر تو که ندیدی چی میفهمی. خب میبینم به خاطر شما که بگیم برتان ویدیو جور کده تفلکم 5 ماه و 10 روز و 4 ساعت و 8 دقیقه و 15 ثانیه و 103 ثانیه شد. از این چی را میخوای اصلاح بسازی؟ در جامعه چی را میخوای اصلاح بسازی؟ یعنی اگر امین بیجا است، به کسی اعتراض نداریم، ولی اگر فکر میکنیم بیجا است، شاید کسی متوجه ما نساخته. یا من بیجای میگم تو بعدن اعتراض تکو، یا اگر بجای است تو به فکر نبودی، از امروز بجای ازی کوشش کن تو در اونجا رفتی آرام شدی، یک پیام خوب برای دختری که اینجا مانده بده که یک چیز یاد بگیره. ببینین ایرا علامه اقبال بسیار خوب آسیب شناسی کرده. میره گوش میکنیم از زبان اقبال بزرگوار چی گفته. قوت دین از مقام وحدت است، وحدت ار مشهود گردد ملت است. یک بدبختی که ما داریم ملت نشدیم. خب دنبال لسان و قومی چیزا، داله که دین میگه تقوا را بشناس، رنگ و زبان اینا رو نشناس، دنبال دور دینت، دور عبدالله جمع شو. اما متاسفانه این بدبختی را داریم. شرق را از خود بر تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب. ما که در بدر هستیم تقلید غرب کده رایستیم. چی میگه؟ قوت مغرب نه هست چنگ و رباب است، نیز رقص دختران بی حجاب است. اگه تو فکر میکنی که غرب قدر گپ اول دنیا رو میزنه و از چنگ رباب نیست، که تو هم شروع کردی تنبوره دوتارم بزن، تنبوره دوتارته. او رو تنبوره دوتارش جو نرسانده، اگه میرسانده 40 سال نام خدا زیاد تنبوره زدیم. خب جور میشدیم، نه بدبختتر شدیم. نیز سحر ساحران لالروس، نیز اوریان ساق و نی از خط مست. محکمی او را نه از لادینی است، نه فروغش از خط لاتینی است. قوت افرنگ از علم و فن است، از امین آتش چراغش روشن است. او چیزای دیگه و غرب نساخته، علم و فن ساخته. اگه میخوای وطن جور شوه علم و فن جور میکنه. این که لباس تو چقدر کوتاه باشه دراز باشه جورش نمیکنه. حکمت از قط و برید جامه نیست، مانع علم و هنر امامه نیست. این که لباس چطور می باشه؟ اگه دنبال علم باشی علم یاد میگیری. علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ، مغز می باید نه ملبوس فرنگ. مغز کار میکنه، نه که لباس های ما چطور باشه. اگه لباس فرنگی پوشیدیم غربی پوشیدیم فکر میکنیم غربی شدیم، جور شد کلی چیز. نمیشه. بسیار مداره سرزانوی پاره را هم تجربه کردیم، چنگک قصابی را هم، حلقه بینی را هم، ولی خود درد ما نیست. من کتش کار ندارم، هر نافیشن میکنی دلت برقار، ولی این درد ما نیست. این اصلاح ما نمیکنه این مشکل. خب این رو باز اقبال بزرگوار میگونه خوب است که از دان من نیست که نگوینید چرا پشت کل ما گپ میزنه. گر کسی شبها خورد دود چراغ، گیرت از علم و فن و حکمت سراغ. یعنی میگه اگه ابو چراغکای ابو شیطان سوزکا سابق ما خود بودیم، در بین بوتل رنگ تیل منداختیم، بوتل رنگ بود، یک پلته شمع اشتوپا میموندیم در میدیم، صبح یگان وقتی جای ما دود میشید. اونم رقم هم درس خواندم. امروز خوش شکر بر تو گروپ هم هست. این فکایی هم جور کرده بودن در فیسبوک نشته کرده. انیشتین گفتم من مثلا 4 ساعت شب درس میخواندم، ادیسون 5 ساعت شبی. بازی دیگه افغان ما گفته خیر روز چی بد میکردی؟ روز تنبوری دو تارش میزد که شاو درس میخواندی، شاو تلویزیون میدید موتواره. ترک از خود رفته و مست فرنگ، زهر نوشین خورده از دست فرنگ. بنده افرنگ از ذوق نمود، میبرد از غربیان رقص و سرود. تنها رقص سرودش تو یاد گرفتی، نقد جان خیش در بازد بله، علم دشوار است میسازد بله. چون درس خواندن کمی مشکل است، این میره نمیگیره، اما درد دندان آسان است. او رو دیگه درد دندان دارم و دندان به دندان میزنم. اما درس خواندن چون مشقت کار در دنبالش نیستیم. بازیدای وطن دوستی هم داریم. تو یک روز به خاطر وطن چیشتی که این درس امروز به خاطر وطن میخوانم، این درس امروز به خاطر یتیم میخوانم، این درس به خاطر بیوزن میخوانم. نیستیم. او فکر در کلمه نیست. او تو تنها نمیگیم، در مجموع حال وطن میگیم.
از تن آسانی بگیرد سهل را، فطرت و در پذیرد سهل را. وقتی اونو تو تنبل طلب شدیم، تنبل شده میریم. خصوصیت انسان است. اگه زحمت بکشیم مشکل ما حل میشه. خب بعدش که زیبایی و هنر هم شد، میرسیم به مرحله عزت نفس. مرحله عزت نفس او مرحله است که ما میپذیریم که کل ما با هم برابر هستیم، کل ما انسان هستیم، ما نه از کسی بالا هستیم نه پایین هستیم. هر کدام ما منحصر به فرد تولید شدیم، همونطور که شست ما فرق میکنه. بنابراین ما کل انسان ها را ارزش قائل میشیم. این که پولدار است یا غریب، با سواد است یا بی سوادی مهم نیست. تنها اگه کدام وقتی معیار در ذهنت میآمد که یک معیاری که تو کسی به خاطرش احترام کنی، اون معیار تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما نزد پروردگار نگفته قد بلندترینتان، سفیدترینتان، چشم کلانترینتان، پولدارترینتان، لباس شیکترینتان، هیچ کدامش نگفته. گفته با تقواترینتان. اگر اون مرحله رو میخوای دنبال تقوا باش. در غیر از دیگه هیچ برتری برم دیگه نداریم. کل ما با هم برادر هستیم، برابر هستیم. قرار نیست ما دیگه یک جای غرور کنم، یک جای سقارت کنم، یک جای چاپلوسی کنم، یک جای پوگری کنم. کی در وطن از کمبود عزت نفس است. یک جای میرفتن بوتش میلسیدن، یک جای میامد کارمند خود داو میزد. یک جای 10 تا موتر پشت سرش، یک جای در میدان هوایی گردن پد شیشته بود که تیاره برش چطور برسه. این پوگری را ببین و او وضعیت را ببین. خوب نیست، نبود عزت نفس است. بنابراین ما باید به مرحله عزت نفس برسیم، انسان دوست داشته باشیم، بر انسان ارزش قائل باشیم و دنبال تخریب هم دیگه نباشیم. متاسفانه کسی که عزت نفس نداره دنبال تخریب هم دیگه میباشه، فرصت پیدا میکنه کم دیگره. و بالاخره به مرحله خود شگوفایی برسیم، تحقق خود برسیم. یعنی چی؟ استعداد خود شگوفا بسازیم. ما هر کدام ما یک سلسله استعدادا به این دنیا میریم. اگر رشدش ندیم از کتمو استعداد از دنیا میریم. مثلا مثال بر شما دو سه تا فرض مثال، یک کسی استعداد نجاری داره ولی هیچ وقت را رنده نمیگیره، و استعدادم تو میره. یک کسی استعداد جراح شده نداره ولی تمرین نکرده، طب نخونده، جراح نمیشه، میره. و این بسیار بد است که در دنیا خداوند از پیش ما پرسان کنه که من بر تو 5 تا استعداد دادم کدامش شگوفا ساختی و ما بگیم هیچ خبر نبودم. چقدر بد است. شما یک حسابی رو دیده بودین بودجه را میگفت پرسان میکرد وزارتخانه را مصرف دانستی یا نه؟ اما تو از موضوع پرسان کنه خو همی عمرت در چی مصرف کردی؟ هیچ پرسان نکنه این فیلم تا بر تو بندازه که تو 5 ساعت دانه دواز تلویزیون سعی کردی. این که در اون تلویزیون هم چی نشر میشه رو خمید سرش گپ نمیزنه، چون زیاد گپ زدیم. یک روز در یک تلویزیون رفتم گفت استاد خوش دی نمیگفتی دنگ 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 نه قطع شد. تعادل مهم است. خب 5 ساعت تام دهی تیر شده، 2 ساعت تام در له و لحب تیر شده. تو مسلمان وطن تام دهی وضعیت. ببینین ما تا میگم خب درد ما درد فوتبال و کرکت نیست. متاسفانه جوان ما تا 2 شب میشینه که کرکت ما ایت شد، فوتبال ما ایت شد. همین کل افغانا را 36 میلیون توپ دم پیش پایشان گل کلام زده بره. کدام تغییر در وطن میه؟ هیچ از همون کرکت هایی که بزنی اینمو بال از چی اسو هم بشکنه، کدام چیزی جور میشه؟ این چیزا وقتی کار میته که دیگه درد ما آرام باشه. درد از این وطن درد بیدانشی است. متخصص ما باید رشد کنه. ما متاسفانه شما تفاوت‌ها رو ببینید. ما یعنی یک آرزوی قلبی مرا کار داریم. من میگم برای هر انسان یک سرپناه، یک زندگی خوب، یک نان حلال باید دولتش فراهم کنه. ولی تفاوتایی که بود براتون میگم. یک نفر در رنگ بوکس پاس کرده، پیش کرده، زده چشم یک کسی رینه قپندانده، بر از این موتر شیشه‌سیای زری توفه میدن که تو قهرمان ماستی. این کمالش چی بوده؟ بوکس. یک نفر دیگر رفته جراح قلب شده دمی وطن. در یک جراحی قلب سالانه فکر کو $1 میلیون ما میره و کشور هند. بر علاوه عملیات سفرش اونجا اتاق گرفت. امروزه دمی کشور برای جراحی قلب میکنه. تو نامش تابالی میشناسی؟ نه. چرا؟ چون او رو تشویق نمیکنه. اگه او رو تشویق کنه تو هم یاد میگیری که به خدا ما میخوایم جراحی قلب شوم. این دیگه گرده را تداوی کرده برش خانه داد دولت، ما میخوایم جراحی گرده شوم. اما او رو تشویق نمیکنه. در ماینه خانه من در رادیو برام زنگ استاد من فری فایت زیاد خوش دارم، علاقه فری فایت دارم. چرا علاقه فری فایت این نوجوان پیدا کرده؟ چون دیده که فری فایتر را در شانهای خود بالا و پایین مندازن، در میدان هوایی بر شطن میکنن که فری فایتر و کرکتر آمد. ولی بر دانشمندی کار نمیکنن. دانشمند آنقدر خار میکنه که به شکم خود ایران باشه، معلم کونترین لباس باید بپوشه که شاگرد بشرمه که بگه من هر کس میشم خو معلم نمیشم.
بنان به این مرحله برسیم و بالاخره خب یک کمکی در مورد خودشگوفایی اینا به سرعت گپ میزنم بس خلاص میکنیم. خودشگوفایی مرحله است که ما استعدادای بالقوه خود بالفعل تبدیل کنیم. یعنی ما به چیزی که باید شویم میشیم. ما بسیار توانایی داریم ولی نشدیم. هنوز در وجود کل ما استعدادایی است بر رهبر شدن، برای وزیر شدن، برای دانشمند شدن، ولی متاسفانه او رو پالایش نمیتیم، مصروف هستیم. مثلا مثال دیگه برای شما بتون ببینین. اینی گپارم به نظر ابراهیم مازلو، البته ما و شما میتونیم از دیدگاه دیگه صحبت کنیم. ابراهیم مازلو میگه کسی به مرحله تحقق خود رسیده که چند تا مشخصه داشته باشه. یک، نامعلوم بودن آینده را تحمل بتاند و به صورت درست استفاده بتانه و مطالعه کنه. یعنی وارخطا نباشه. چطور خواهد شد؟ مدیریت میتونه. اگه به این مرحله رسیدی که آینده تا کنترل میتونی، تو به مرحله خودشگوفایی رسیدی. خود و دیگران را همون طوری که هستن میپذیره، از خود خجالت نمیکشه. من همین قدم است، قرار نیست خودت تو بر تو بلند نشان بدم. 4 دقیقه بعد پای من درد میگیره. من اینمی هستم، همین رنگم است. کتی جنگ ندارم، چرا رنگم سیاست. صبح بچه‌ام مذاق میکنه، میگه بیا رنگ تو تاریک از بر رنگ خودت لایت برابر شوه. من همین شکر میگه که از خیر شکر. که نمیتونم کتی جنگ دعوا کنم. خود بپذیریم دیگه. توهین و تحقیر به قواره مردم خندیدن به قدش بد است. رفتار و اندیشه خودجوش داشته باشد و زیاد زیر قید و بند رفتارهای غلط جامعه نباشه. مثلا در جامعه میبینی 1000 نفر داروسی میخواین، او 1000 نفر هم 800ش دراک میاد دو میزنه. همین وقت داروسی بود، بیا تا 10 شب بشینیم منتظر نان و تو بشینیم. یا موجه دو میزنه که قنان خورده این مصرف میشد. چرا؟ تو باید از این قید خود آزاد کنی. 200 نفر دوست صمیمیت بخوای، یک رقم غذا جور کنی، 9 رقم غذای دیگه که در میز است هتل بگو ایره پیک کنم میبرم برای غریبا. آیا ما تو دانستیم 10 رقم غذا 10 شو سر میز عروسی بر ما میچینه. کشور مسلمان هم هستیم، هموطن ما هم گرسنه است و ما مو 10 رقم مال خورده برو پیشکان است که از این از او خونه خور از باز بیا کتی میده پرخو. کل ما تکلیف میده داریم. یک مریضی رو به نام جرد میگه گاسترواسوفاجیال ریفلکس دیساردر است که میده خراب میشه، غذا بالا آمده میره، از بس که پر میکنیم. کل جای شربت آنتی اسید امپرازول در خانه افغانا است، از بس که پرخوری میکنیم. دالی که یک کس دیگه میتونه سیمونان کمک کنیم. از امو اعلان کنیم بیادر ما 10 رقم نان براتون آرسیم تیار کرده بودم، 2 رقمش شما بخورین، 8 رقمش به غریبا میبرم. به خدا کلی بر چک چک میکنن. ها نمیکنیم. نه اهل شوخی و خنده هستن، یک ذره خنده میکنن. اهل خود محور نیستن، مثلا محور هستن. به جای خود بزرگ بینی دنبال راه حل هستن. دالی که در سیاست مدارای ما این کار نبود، خودم میخواستن، سر راه حل نتونستن. وزیر خارجه عربستان نشته میکنه، میگه ما سال 1 دفعه خانه کبر آواز میکنیم برای یگان پاکاری اینا. میگه این رهبرا که آمد ما خلاف تعارف واس کردیم برشان. دوجه که دیگه خود بغل کردن، تعهد کردن. امی که در موتر شاندیم طرف میدان میرفتن، در موتر پس جنگ جنجال شروع کردن. چرا؟ خودخواهی. وطن نمیخوایم، مسئله رو نمیخوایم حل شود. فعالیت زیاد میکنن. آدمی که به خودشگوفاست فعال است، تنبل نیست. خو تا 9 روز بخی خدایا باز روز شد چی کنی؟ هی وقت نماز صبح خواندی، ورزش کردی، فکر کردی، یک صفحه درس خواندی، یک آیت قرآن کریم که ترجمهش خواندی، 8 بجام سر وظیفه حاضر هستی و خوب کارام میکنی. به درس هستی. اینی وقت خودشگوفایی. در غیر از تنبلی که آدم نمیرسه. دغدغه بهبود زندگی بشریت داره، به فکر از است که چطور کل گیر آباد بسازه و امثال از دیگه پا. و بالاخره دوستای نازنینم، ما باید به مرحله اخلاقی برسیم، انسان اخلاقی شویم. انسان اخلاقی کسی است؟ اول اخلاق جمع خلق است. خلق خوب، رفتار خوب داشته باشیم. ما انسان عادل باشیم، نه ظالم باشیم نه مظلوم باشیم. ما خوبی را بخوایم، خوبی را بخوایم، درستی را بخوایم. آلی فکای چرسی هم یاد ما آمد، چرسی هر هم خدا یک تو تگک چرس، خدا یک تو. کسی آمد و آدم نمیشن غیر چرس میخوای. گفت خیر تو چی میخوای؟ گفت زد میخوای، مابرو میخوایم. گفت هر کس هر چیز رک نداره امور میخواد، تو چون نور نداری امور بخوای. یا مثل میگه 2 تا امپراتورها جنگ داشت. امپراتور روم گفت که شما به خاطر عزت ما به خاطر عزت میجنگیم، شما به خاطر پول. امپراتور دیگه گفت بله هر کس هر چیز نداره به خاطر اون میجنگه، شما چون عزت ندارین به خاطر از او بجنگید. بنان ما اخلاقی شدن یاد بگیریم، خوبی را بخوایم در دنیا، عادل باشیم، نه ظالم نه مظلوم، نه نوکر نه بادار. متاسفانه در کشور ما اکثر این 2 طبقه، یک تعداد ما بادار میشیم، یک نوکر. آدمای وسط کم میباشه.
چی است؟ یعنی اخلاقی نیستیم. یا دید دوبینه داریم، دید دوبینه برای زندگی داریم. خود ما اگر مورد ملامت باشیم از ملامتی خود دفاع میکنیم، در که ما باید بگوییم ما ملامت هستیم. راستگویی باشیم، دروغ نگوییم. متاسفانه دروغگویی در فرهنگ ما به مد تبدیل شده. راست بگویی ساده معلوم میشی. اینجا هر چقدر دروغ چربتر بگویی همه هوشیارتر هستی. یعنی خوب که دروغ خلاص شد باز مجبور شدیم اگه یک راست بگوییم. خو اخلاقی نیست. در 11 گناه کبیره یکیش دروغ بر ما میگه. بنان این گپ آزاد و آزاده باشیم، دنبال عشق و محبت باشیم، انسان دوست داشته باشیم، ضرر ما بر کس نرسه. اگر فایده ما نمیرسه ضرر ما نرسه. اول خود کوشش کنیم مفاد ما به هم دیگه برسه، ولی حداقل اگه این کار نمیتونیم ضرر ما نرسه. مثال بر شما میتونم، ما نشته میکنیم سمینار داریم. سمینار ها مثلا معاون صاحب گفت که اگه یک سمینار بگیرین، من خودم عید میبون مردم دم کوک خود باشه خوب است. ما نشته کردیم سمیناری نشتن دیوانه موندی. سرتیفیکیت میتیم، او سرتیفیکیت ارم مازلو چی به درد میخوره؟ چون نیم از اینمی عزیزای ما به خاطر سرتیفیکیت آمده. به خاطر علم دیگه وطن کم مردم میاد. یک سرتیفیکیت پانتون میته، چرا باید عمله کنی؟ چرا نمیگی خیر ببینید دمت شرایط هنوزم دنبال سمینار هستیم؟ چرا 4 نفر تشویق نمیکنی که برو استفاده کن از این سمینار؟ بعد شد ما تو 1 ساعت 2 ساعت گپ علمی زدیم. اما میبینین ما ایره، ما مثلا بسیار مصرف کردیم، یک کامera خریدیم، از جیب خود پیسه مصرف کردیم، کل چیزی که جمع کرده بودم در این کامera و لایت این چیزا را خریدم. برنامه علمی اختلال اضطراب ثبت کردیم برش مندازم، اختلال اضطراب جدایی که کلش مصرف جیبی است. او در پایینش نوشته کرده اختلال بزنس، یعنی تو از این بزنس میکنی. یعنی ما برش نوشته کرده ما افغانان قی برنامه علمی را میبینی 10 میلیون نفر دیده. این جایت قرآن کریم تفسیر کو 5 نفر نمیبینه. برو 1 نفر دو بزن 2 میلیون نفر میبینی. اینجا اگه بزنس میخوای دو بزن، توهین کو، تحقیر کو. اما چی است؟ ما منتظر حمله به هم دیگه هستیم، دست هم دیگه را نمیگیریم و این نشان میده که ما اخلاقی نیستیم. به هر صورت دوستای ناظرینم، یک جان سپاس از توجهتان. اگر ما نیازهای بالا را نریم، تنها در نیاز قاعده خود نگاه کنیم، دچار اضطراب، افسردگی، ناامیدی، تنهایی و حتی فکر خودکشی. شما بعضا بخوانید در جهان خوب امکانات بعضیا داشتن، کل چیزشان فراهم بود اما خودکشی میکردن. چرا؟ در نیازهای قاعده خود نگاه کرده بودن، دیگه کل چیز برشان پر شده بود. نیاز قاعده که برآورده شد، ولی نیاز بالا هر چی میخوانی توش نتر میشی. تو هر چی علم یاد بگیری دیگه علاقه پیدا میکنی بخوانی. حتی تا جایی میرسی از خواندن کتاب لذت میبری. وقتی کتاب میخوانی سر به خود خندید میاد که یک جمله نو یاد گرفتی. وقتی خوانده میری یاد میگیری که چقدر نمیفهمی، جهل شیرین پیدا میکنی. بنان دنبال نیازهای بالا به این خاطر برید. سمینار بعدی ما در مورد انگیزه و هدف 2 هفته بعد، یعنی این پنجشنبه که میانه، پنجشنبه دیگهش باز سمینار می داشته باشیم همینجا 11 قوس بخیر. در قسمت انتخاب عنوان و روان خویی که انتخاب عنوان چطور بوده، اما سر روان جامعه گپ میزنیم، سر روان عمومی گپ میزنیم. یک تعداد انگشت‌شمار مردمایی داریم که بسیار خوب است. گفتیم در سطح جهان گفته میشه 2% مردم با مو سلامت روانی است، ولی دیگه اکثریت ما دچار اختلالات روانی هستیم. شاید انجینیر هم می باشیم ولی اختلال روانی داریم، شاید دکترا داریم ولی پیسې از این ملت در جیب خود مندازیم میبریم خارج. هدف ما همگی نیست. یک تعداد بسیار آدمای خوب، نازنین، بزرگوار، خدمتگار به وطن که نمیتونیم چشم پوشی کنیم، مخصوصا تعدادی که دنبال علم و اخلاق هستن، ولی اکثریت ما غرق در بیهودگی هستیم. وقتی ما گپ میزنیم سر اکثریت گپ میزنیم. مثال بتم، اگر امروز میگیم مردم فقیر است، معنای از این نیست که 100% مردم فقیر است. یک تعداد خوب پیسه دارام است. وقتی میگیم کاربار مردم خراب شده، یک تعداد انگشت‌شمار خوب کارشام جور شده ولی گپ ما عموم جامعه است. عموم جامعه نه دنبال علم هستیم، نه دنبال اخلاق هستیم، نه دنبال خوب شدن.